سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 29 سپتامبر است. چند موضوع برنامه. پس از فرمان پوتین صدها شهروند روسیه به تاجیکستان فرار کردند. ساکنان دوشنبه درباره میزبانی آنها چی میگویند؟ ما باید همین گونه مناسبتی نیک داشته باشیم که پس از بازگشت به وطنشان مناسبت آنها با مهاجران تاجیک تغییر یابد. جنگی که سرنوشت میلیون ها نفر را تغییر داد. قصه دو خواهر اوکراینی که مادرشان در پی حمله موشکی کشته شد. نه خانه ماند و نه چیزی برای خوردن. ساکنان دهات ضرر دیده در مرز تاجیکستان با قرقیزستان میگویند ذخیره محصولات برای زندگیشان سوخته است. یگان چیز نمو. لباس نمیتونن دیگه یگان چیز هم نه. پس از اعلان سفربری نسبی نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه هزاران نفر این کشور را ترک کردند. ظاهراً بیشتر شهروندان روسیه به کشورهای آسیای مرکزی که نظام روادید ندارد آمدند. مقامات قزاقستان گفتند که در یک هفته 98,000 شهروند روسیه به این کشور پناه بردند. اکثر آنها میگویند به خاطر جلب نشدن به ارتش و شرکت نکردن در جنگ روسیه با اوکراین فرار کردند. همکارانم براد یوسفی و اسکندر فیروز این موضوع را در دوشنبه پیگیری کردند. روزهای اخیر شماره زیادی شهروندان روسیه در شهرهای تاجیکستان به مشاهده می رسد. ولی وزارت کارهای داخلی هنوز اعلان نکرده است که پس از آغاز موبیلیزاسیا و یا بسیج به ارتش روسیه چی تعداد شهروندان این کشور به تاجیکستان وارد شدند. در مهمانخانه ها تقریبا برای روزهای نزدیک جای نیست. در شعبه های به قیدگیری وزارت امور داخله تعداد زیاد شهروندان روسیه به مشاهده می رسد که به همراهی نفران از ساکنان تاجیکستان خود را ثبت نام می کنند. در خیابان های دوشنبه مثل زمان شوروی روستباران آزاد رو و سیاحت می کنند. من درباره طیاره‌ای که آمده می توانم بگویم که از 20 نفر زیادتر شهروندان روسیه بودند. گشتگذاری روس‌ها در شهر غیر مقرری به نظر نمی رسد. ساکنان هم به آنها توجه خاصی ندارند. ولی در صحبت‌ها بر اینند که باید به شهروندان به تاجیکستان فرار کرده روسیه احترام گذاشت و در حالت‌های ضروری به آنها کمک کرد. В первую очередь с пониманием нужно помочь братскому народу в этот непростой тяжелый час. Вот, нужно в первую очередь показать, проявить добро, милосердие. در نوبت اول باید با آنها در این لحظه‌های برای آنها دشوار به همدیگر فهمی مناسبت کنیم. باید با آنها نیکبین و رحمدل باشیم و کمک کنیم. من در مثال خودم میگویم که هر نفر شهروند روسیه را که راهگم زده بود از پیش خودم رفته و او رهبردی میکنم. این مشکلی آنها میگذارد. آنها باید خود را تنها حس نکنند. هر ملت را از رفتار جربتن خود بها میدهند. ما باید همین گونه مناسبتی نیک داشته باشیم که پس از بازگشت به وطنشان مناسبت آنها با مهاجران تاجیک تغییر یابد. На то, как мы встречаем их здесь, поехали и пересмотрели свое отношение к мигрантам из Средней Азии. 21 سپتامبر سال جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون درباره بسیج‌سازی شهروندان به صف ارتش را امضا کرد. طبق این قانون نفرانی تا 45 ساله برای خدمت نظامی در جنگ در اوکراین دعوت کرده می شوند. پس از این هزاران نفر به کشورهای همسایه و دوست روسیه فرار کردند. موضوع از اوکراین. حمله های روسیه به منطقه های اوکراین دوام دارد. خانه هزاران ساکن اوکراین ویران شده، هزاران نفر دیگر در این جنگ کشته شدند. تجاوز روسیه به خاک اوکراین سرنوشت مردم عادی را تغییر داد. همکارم زرانگیز نوروزشاد درباره سرنوشت دو خواهر گزارش تهیه کرده است. کاترینای 13 ساله و یولیای 8 ساله در حمله موشکی روسیه مادرشان را از دست دادند. پای چپ کاترینا زخمی شد و آن را جراحی کردند، اما او هنوز می‌لنگد. کاترینا همراه خانواده می‌خواستند روز 8 اپریل به جای امن بکوچند. او با مادرش برای نوشیدن چای از ایستگاه راه آهن کراماتورسک بیرون برآمد. خاله و خواهرش در داخل ماندند. دیرتر به خاله‌اش حادثه به سرش آمده را نقل کرد. به من نقل کرد که وقتی ترکش رخ داد مردی برای نجات کاترینا خود را به بالایش پرتافته است. همراه مادرش ایستاده بوده است. مادرش افتاده از هوش رفته است. او نقل کرد که در درون حوض خون می‌خزید. او دیگر نمی‌خواهد در این باره نقل کند.
نینا بیبی کاترینا هم از حالت روانی نبیرش نگران است. قدش 155 سانتیمتر است، وزنش 34 کیلوگرمی، خیلی بد است. با سبب فشار روحی وزنش روز از روز کم می شود. من نمیدونم کی می تواند با او کمک کند. ما او را طبابت کردیم. درست است جای مادر را کسی گرفته نمی تواند. یولیا هنوز حادثه را پورا درک نکرده است، اما بیبی وی میگوید او از تنها بودن و صداهای بلند میترسد. بعد حمله موشکی در کراماتورسک شب اول یولیا همراهی من مانده بود و داد میزد که من اینجا خواب نمیکنم، زیرا همسایه از آشیانه نهم آن شب چی کاری میکرد. یولیا گفت این صدا به نزدیک شدن موشک مانند است، من نمیخواهم این را شنوم. مارینا مادری دختران نمیخواست که آن روز به ایستگاهی راهی آهن رود، اما نینا نیکولایونا طلب کرده است که آنها به جای امن بکوچند. خودی من هم گناهگارم. اگر به او میگفتم که نرو نمیرفت. پیش از رفتن از او پرسیدم که شاید اینجا بمانید. او گفت آخر خودت گفتی که باید جان دختران را نجات دهم، پس من میروم. اکنون هر وقت نزد قبرش رفته از او بخشش میپرسم و میپرسم که چی کار کنم. مارینا 38 سال داشت و دخترانش را به تنهایی بزرگ میکرد. او در چند جای کار میکرد تا دخترانش به چیزی نیاز نداشته باشند. همه او را خیلی دوست می داشتند. هنگامی دفن مارینا باران سخت بارید، اما اهل دهات همه جمع آمده بودند. فعلا دختران زیر پرستاری خاله‌شان قرار دارند. آنها در یک خانه اجاره در کیف زندگی میکنند. مبلغشان تنها برای 2 ماه دیگر میرسد. نمیدونند چگونه زندگی را پیش برند. برگشتن به دونیتسک خوف دارد و هم دختران نمیخواهند به خانه‌شان بازپس گردند. آنجا همه چی مرا به یاد مادرم میبرد. فکر نمی کنم که توانم آنجا زندگی کنم. تنها میخواهم که جنگ زودتر خاتمه یابد و مادرم زنده باشد. در حمله ایستگاه راهی آهنی کراماتورسک 60 نفر کشته شدند. دادستانی از دادگاه خواسته است که عبدالله غربتی روزنامه‌نگار شناخته را 8 سال زندانی کنند. امروز پشت درهای بسته در بازداشتگاه موقتی پرونده عبدالله غربتی بررسی شد. نزدیکان و خبرنگاران با آن راه نیفتند. همکارم مولا رجب یوسفی این موضوع را پیگیری کرده است. اعلان عیبدار کننده دولتی روز 29 سپتامبر و در مرافعه دوم عبدالله غربتی صدا داد. مرافعه روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک در بینای بازداشتگاه موقتی و یا سزا پس درهای بسته صورت گرفت. مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان که برای عبدالله غربتی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است چند ساعت بعد در خبرنامه جزئیات مرافعه را شرح داد. به گفته این مرکز وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناس سعودی طبی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده کارمند پلیس ناحیه شاه منصور است که مقامات دعوا دارند عبدالله غربتی روز 15 ایان او را لطوکوب کرده است. خود غربتی در همه بازپرسی ها این را رد کرده است. دادرس بهروز شفا درخواست وکیل دفاع برای دعوت کارشناس طبی و دادگاهی را به مرافعه رد کرده است. به اطلاع مرکز مستقل عاید به حقوق انسان عبدالله غربتی روز 29 سپتامبر از دادگاه خواست ثبت کامراهای نظارتی روز حادثه از شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور طلب کرده گرفته شود، ولی دادرس با تکیه به شهادتنامه شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور درباره موجود نبودن دوربین‌های نظارتی در جای حادثه طلب عبدالله غربتی را رد کرده است. به گفته منبع دادرس درخواست دیگر وکیل دفاع برای دعوت کردن شاهدان علاوه‌ای را به مرافعه رد کرده است. خودی دادرس بهروز شفا بعد از مرافعه حاضر نشد که با روزنامه‌نگاران صحبت کند. طبق اطلاع دریافته در مرافعه روز 29 سپتامبر همچنین مسئله تبلیغ یک شرکت صاحبکار تاجیک مقیم مصر بحث شده است. عبدالله غربتی به آن متهم می شود که از یک شخصی که نامش در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان است مبلغ گرفته شرکت او را تبلیغ کرده است. خود عبدالله غربتی در دادگاه گفته است که نمیدانست که نام این صاحبکار در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان است. در نظر است که هفته آینده دادگاه ناحیه شاه منصور حکم خود را در نسبت عبدالله غربتی اعلان کند. مولا رجب یوسفی برای یوسفی، آزادی، دوشنبه.
در مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان دهها ساکن محصولات ذخیروی خود را از دست دادند. برخی خانه‌ها بر اثر تیرپرانی سوختند و برخی دیگر را افراد ناشناس آتش زدند. همکارم کیومرث عطا گزارش می‌دهد. تپینند خوشاک و هیزم بود همش سوخته برق من بدایم سوخته برق. سارا سمدووا ساکنی محله سامانیان اسفره ذخیره محصولات غذایی‌اش را از دست داده است. روز 16 سپتامبر در مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان خانه او را آتش زدند. حالا با خانواده‌اش چیزی برای خوردن ندارد. جنگ نمیشه گفته ششتی من الان کرگی کارش نمی. اینا چی داشتن؟ خانه نعیم عبداللهیف ساکنی دیگری محله سامانیان نیز سوخته است. گندم و آرد که برای زمستان ذخیره کرده بود نابود شدند. رولی گندم، کارتوشکا، قولنگ، همه چیز سوخته، یگان چیز نمو. لباس نمیتونن دیگه یگان چیز هم نه. کم جنگ شد سهرش بونده همه. مستوره فایزووا آن روز از ده فرار کرده بود. همه چیز هم خونه به در اوور یک در قلف نمیشه یک تاش به قلف کر برفت بودن بیام هیچی نمیشه خوکستن. مستند با یک تا این فرزندم 7 خونه ایمان. عمر مرادوف با 7 فرزندش بی سرپناه مانده است. او جای برای زیستن ندارد. 4 تا همسایه‌ها همه برابر علاق سلام. خانه به در آمده درای شکسته علاق سلام. مقامات سوخت میگویند نزدیک به 100 خانواده در اسفره در مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر بی سرپناه ماندند. زیانی رسیده به ساکنان هنوز حساب نشده است. حدود 1 میلیون ساکن تاجیکستان برای جستجوی کار بر روسیه می روند. سالهای اخیر تعداد زنان مهاجر تاجیک نیز افزایش یافته است. گلبهار زنی مهاجری است که در روسیه به سختی برای خود زندگی ساخته است. همکارم محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. گلبهار که 10 سال اخیر در مسکو زندگی می‌کند و سختی‌های زیادی هجرت را از سر گذرانده است، حالا به کمک زنانی می‌رود که به تازگی مهاجر شده‌اند. این زن با تأسیس گروه در شبکه‌های اجتماعی عرض و شکایت زنان مهاجر را می‌شنود و مشکل آنها رسیدگی می‌کند. جای خوش هم تشکیل میکنیم، همش تشکیل میکنیم انشاءالله. یک کس به جای خوب میمونه، یک کس به کار میمونه، ای کار تامین میکنیم، یک کس جای خوب تامین میکنیم، خیلی دستگیری میکنیم، یک کس بیمار میشه همه کس دستگیری میکنیم، پول جمع میکنیم، طبابت میکنیم دختره. گلبهار میگوید زنان تاجیک در روسیه عذابی سخت دیده‌اند، ولی مشکل اقتصادی در وطن آنها را مجبور به صبر و طاقت میکند. زنها را مجبور میکنه که ای شوهراشون جدا میشوند، در تاجیکستان کار فعالیت کردن نمیتونند، رو به سوی مهاجرت میکنند که بیاین شاید که در اینجا کار کنن زندگیشون پیش برن کتی فرزنداشون. نزاکت نزدیک 2 سال می شود در مسکو کار میکند. مزد کارش را به فریب از او گرفته‌اند. مجبور است برای روزگاری فرزندانش کار کند و در روسیه بماند. با فند فریب گرفتار میشه. چه روزگاری واسمین؟ اکثریت زنان به دلایل مختلف نمیخواهند هویت خود را آشکار کنند. ترس از کارفرمایان روس و خویشاوندانشان در تاجیکستان است که نمیخواهند چهرهشان را نشان دهند. ادیبه فخرالدین زاده بعد 17 سال مهاجرت شهروندی روسیه را گرفته، به فرق از دیگر زنان مهاجر تاجیک شرایط بهتر دارد. زنکو بسیار مردکو فریب میکنن به خدا. زنک مردم یک کار کنی در فریب یک کس میخواتن. ماترا دوست میدارم، ماترا میگیرم، تو زنی ما میشه، ماترا نیکو میکنم، فریبگاری در میغلطه سونش میخره، به ناموسی به ایمان خونه‌اش روی کدام میگیره شد زنک. هزاران خانواده در تاجیکستان از حساب کار نزدیکانشان در روسیه روز میگذرانند. در میان نانآوران خانه زنان هم کم نیستند. اکثرا زنان تنها فرزندان خود را در وطن گذاشته به مهاجرت می روند. شماره زنان مهاجر هرگز رسانه‌ای نشده است، ولی امکان دارد به چند صد هزار نفر رسد. برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خدا نگهدار.